بچه من رادما مرادی هستم. خوش اومدید به این ویدیو. در این ویدیو آموزش پولدار شدن میخوام بهتون بدم. آموزش پولدار شدن میخوام بهتون بدم که حالا باید برید توی گوگل اینترنتتون، بعدش برید توی این عکس $، بعد بیاین گزینه اول، بعدش برید توی این گزینه، اینو که زدید بیاید توی این گزینه آخر، اینو میزنید، همه اینا قرمز میشه. رو گزینه اول کلیک میکنید و میزنید این سبزه رو میزنید و این پولتون رو، حالا من 2,119,000,000 پول دارم. حالا میخواید بگید چجوری آخه؟ حالا بهتون میگم. شما شاید در تمام زیادش 40 میلیون پول داشته باشید، ولی 2 میلیارد دلار من پول دارم. از کجا؟ از همین راه من این پول رو در آوردم. خیلی راه هست. مثلا من اینقدر پول میذارم، 2 میلیاردشو میذارم، 100 میلیونش هم مثلا ولش کنید، حالا هر چی که پول داشته باشید. من 103 میلیون پول دارم، حالا اصلا نه $1 پول دارم. فرقی به پولتون نداره. من انقدر پول دارم. قبلش البته سیف کنید، چون که تو بعضی از نسخه‌های جی تی میشه، تو همش نمیشه. من 100 میلیون پول دارم، میزنم روی این، میام رو گزینه آخر، میزنم که قرمز بشه، بعد زبده، بعد میام تو این سبزه، بعد میام همه پولم رو میزنم. قبلش سیف کنید، هرچی پول دارید رو بذارید، ولی قبلش سیف کنید که اگر هیچی شد که پولتون رو خورد، بتونید برگردید به سیوه و پولتون رو از دست ندید. حالا من بهتون میگم، همه پولتون رو بذارید. من تمام پول رو میزنید روی این، بعد میزنید روی این، بعد میزنید سل، بعد میزنید این گزینه قرمزه، بعد اینو میزنید. شد 2,147,000,000. اینجا هم پولم رو زده. 2,147,000,000 پولم، بیشترینش همینه. الان من 2,147,000,000 پول دارم. این برای نسخه ایه که من دارم. حالا بعضیش هست یه نسخه دیگه هست، این روش روش اجرا نمیشه. باید تو اون یکم در آوردن پول سخته. باید بیاید بیرون، جون بینایت رو بزنید. حالا من تو ویدیو قبلی برید ببینید، آموزشش رو دادم. تیر میزنید تو این که نمیتونه منو بکشید، اینو میکشید. اینو که کشتید، یه تیر میزنید به این، $97 بهتون پول میده. یه تیر هم میزنید، ببینید گونیه رو برمیدارید. بعد که این پول رو گرفتید، میرید یه دوری میزنید، حالا چه با ماشین چه پیاده. مثلا من میام یه ماشین رو میدازم، ماشین خوبیه، واه سوپر اسپورتن یا چه اینو دازیده، خب ولش کن. مثلا من میرم ماشین رو میدازم، میام باز همینجا، باز میرم تو تفنگ فروشی. این باز سالم شده، میزنیم باز به این، باز یه پول دیگه میده. انقدر همین کارم بکنید تا پولتون زیاد شه. این یه راهشه. یه راه دیگه هم داره، چون من نمیتونم اجراش کنم. بهتون میگم بچه.
باید برید به اینجا. نمیدونم من کار کنم چون من نسخه رو نداشتم، نمیدونم. بعد بریم به اینجا. اینجاست یه حالت یه توری مانند کشیدن روی جایی. اونجا بعد یه مربع بزنید. اون قبل اینکه فرود بیاد رو زمین سویچ کنید روی کاراکتر دیگه، باز برگردید روی همون کاراکتر. بعد میرید تو بانک مرکزی جی تی ای. بعد با استیکی بمب میتونید یه قفسه است، با استیکی بمب میندازید روش، یا نارنجک فرقی نداره، میندازید روش و میزنید منفجر بشه. و اون پولا یه جوری هن که یه ساک کیفه که هر چی روشون بری باز تموم نمیشه. قبل وای میسی در از 5 ثانیه پولدار میشه. اینم یه راه دیگهش بود. یه راه دیگهش اینه که بایستید اون یکی راهش باید جی تی ای 100% کن. جی تی ای که 100% کن، حالا من این توی ویدیو رو میگم که نباید بگم، ولی میگم جی تی ای که 100% کنید پول بهتون میده. چقدر فکر کنم 100 میلیون دلاری بشه. پول بهتون اونقدر میده. بعد که اونقدر داد بهش یه سری جوایز داره. اول لباسای جدیدتر براتون باز میشه و یه لباس مخصوص برای فرانکلین باز میشه که روش نوشته 100. و یه لباس دیگه هم که بعد مدل مو یا ریش های جدید براتون باز میشه، اینم هست. و روی کوه چیلیارد حالا تو یک ویدیو بعدی، دقیقا تو ویدیو بعدی بهتون میگم که فردا قرار آپلود بشه. من روز 2 تا ویدیو میدم. تو ویدیو بعدی بهتون میگم که چی کار سفینه فضایی بهتون میده، که باید چیکار کنید اونو به دست بیارید. یه سری قانونا داره که اونو بهتون میگم. و اینا همش راسته. و یک علامت سوال اینجاهای نقشه، دقیقا بکنم اینجای نقشه نمیدونم کجا دقیقا، ولی اینجای نقشه باز میشه که برید تو اون قشنگ اون رو ردش کردم. بعد یه پاگونده رو بگیرید، به انتخاب خودتون. وقتی گرفتیدش مشخص میشه اون آدم دیوونن که میتونید بکشیدش یا میتونید نکشیدش. یه مرحله جدیدم براتون باز میشه که اونه من 100% کردم جی تی ای رو. بعد برید توی اینجا گزینه آخر، نمیتونید اینجوری بیاید. من 100% کرده بودم جی تی ای رو، ولی رفتم بازی رو پاک کردم، از اول نصب کردم تا الان تا اینجا رسیدم. دیگه خیلی حوصله 100% ندارم. و حالا اگر خواستید آموزش 100% کردن چون بهتون میگم، حوصله نمیخواد 100% کردن. اینم از جوایز 100% کردن. و دیگه بخوام بهتون بگم یک گلیچ دارم. البته روی این نسخه کار نمیکنه، روی همون نسخه‌ای که رو بانک مرکزی میشه رفت. یعنی نگاه کنید، من برم تو سایت گوگل، اینجوری نیست، این شکلی اینجا برای من نمیاد و ماشینای بیشتری داره تو نسخه‌ای که من بهتون میگم. تو همون نسخه میتونید یک گلیچ بزنید، گلیچ کچل شدن مایکل. توی ویدیوی یعنی 2 تا ویدیو فردا هم چی بهتون میگم، توی ویدیو فردا هم بهتون یه ویدیو من 2 تا میدارم. یکیشو میذارم اینی که بیام اینو پیدا چی بود یادم رفت، ولی یکیشو میذارم این که رازای کوه چیلیارد، و یکیشو دیگه شو یادم رفت. و تو ویدیو
فردا اینا رو میذارم. ممنون میشم لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید، یعنی بذارید رو حالت آل، یعنی بذارید رو حالت پررنگ که هر ویدیو گذاشتم اول نفری باشید که ویدیو منو میبینید. دیگه حرفی نیست. خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.